شما 28 روز هر شب یا هر صبح، شب که دارید میخوابید یا صبح که دارید بیدار میشید، 28 روز 1 تا 10 مورد 20 مورد هر چیزی که به ذهنتون میاد که توی زندگیتون دارید و بابتش خوشحالید رو بنویسید. چیزایی که ما میخوایم بنویسیم و میگن صبح بنویسید، که شب دارید میخوابید بنویسید. به این دلیل هستش که شما صبحتون رو با انرژی بهتری شروع کنید، روزتون رو با حال بهتری شروع کنید. شب که دارید میخوابید یادآوری کرده باشید به خودتون چه چیزهایی تو زندگیتون هست که با ارزشه و با یاد اونها در حقیقت بخوابید، تا اینکه شب که دارید میخوابید اینطوری باشه که وای چقدر امروز روز خسته کننده‌ای بوده، من چقدر بیچاره بودم، بعد دارم کار کردم. من اگر که به یه نفر یه لیوان آب بدم و از من درست تشکر کنه، دفعه بعد براش یه نوشیدنی بهتری میارم. اگه یه مهمونی داشته باشم که هی ببینم از من تشکر نمیکنه یا با من بد رفتاری میکنه، مثلا دفعه بعد اون مهمون رو دعوت نمیکنم. اگر که شکرگزار باشیم واقعا میبینید که درهای